دوستان سلام عرض ادب. دوستان یه لحظه رد نکنید. دوستان بنده الان برای گرفتن این کلیپ از بچه‌ام که قرار یک ماه دیگه دنیا بیاد گذاشتم. همین الان خانم مریضمو تو خونه ول کردم اومدم. بچه 11 سالمو گذاشتم بهش گفتم مواظب خواهر مادرت باش. ولی بلند شدم اومدم. من اصالتا لورم بچه داشتم. اکثرا میشناسن بچه‌های داشت. من سال 98 بازم گرفتن زندگیمو نابود کردم. الان خانوادم توی مسجد داره زندگی میکنه. خودم شب و روز دارم میدوام ولی فایده نداره. هفته یه بار میرم خونه، اونم با وجودی خانومم 8 ماه است. دوستان بلند شید بیایید، خواهش میکنم هر راننده‌ای، هر بازاری، هر مغازه‌داری، هر کافه داری، هر کارگری، هر کارمندی. من خودم روی ساختمون دارم کار میکنم. سازنده میگه آقا ندارم میخوام کار تعطیل کنم. سازنده من کارگر از کجا بیارم؟ بلند شید بیاید. من خودم شیرازم، الان میام میدون زند. هر کی این کلیپو میبینیم پخش کنه. بلند شید بیاید، سرد پتو بیارید، گشنتونه 4 تا لقمه نون بگیرید، نون و پنیر میدونم ندارید، با خودتون بیاید. نگی 24 ساعت بیکار بودیم، از گشنگی بچه‌م میمیره. بذار بمیره. من میگم قید بچه‌مو زدم، به بچه 11 سالم گفتم مواظب خانواده‌ات باش. اومدم بلند شین بیاین وسط خیابون. نمیخواد هیچ کاری کنین آقا، خواهشاً راننده ها بیاین به طرف خیابونای اصلی. هیچ کی کاری به ماشینا نداشته باشه، اموال مردم رو خراب نکنین خواهشاً. هر کی بیاد بیاین وسط خیابونا بگیریم بشینین، بذارید شب بشه روز بشه، سرما بشه گرما، سرما شد آتیش روشن میکنیم، پتو بیارید. ولی باید تکلیف روشن بشه آقا. یا میتونن دست مافیا رو کوتاه کنن یا دستشون با مافیا توی کاسه است. آب، برق، گاز، نفت، همه چیزمون رو دارن میبرن. هیچی نداریم. خودمون هم که داریم بلا نسبت از صبح مثل سگ میدویم تا شب. خواهش میکنم این کلیپو پخش کنین. من میدونم بعد از این شاید بچه‌مو و خانواده‌مو هیچ وقت نبینم، ولی این کلیپو میذارم میام. خواهش میکنم بیاین. هر کی واقعا مرد بیکاری تو خونه خوابیدی 2 ساعت از وقت خوابتو بزن بلند شو بیا. به هیچ جا بر نمیخوره. کارمندی تعطیل کن بیا، بذار رئیست اصلا اخراجت کنه. بابا مامورای کلانتری، مامورای یگان ویژه همه از ما بدترن. خط فقر زیر 80 میلیونه. البته نمیدونم الان چنده، تا چند روز پیش. بلند شین بیاید آقا، همه بیان. هیچ ماموری با هیچ کی کار نداره. اونا هم مثل ما، اونا هم شرمنده زن و بچه. من اگه قرار بچه‌م دنیا بیاد جلوی شرمنده باشم نباشم بهتره. باشین.